آروادور، اسمی که واقعا خاصه، دلیل اینکه از ترکیب کلمه آروین و گلادیاتور ساخته شده که البته طورشو نمیتونستم بذارم، به خاطر همین دورش کردم. قضیه برمیگرده به 2 سال پیش که من تصمیم میگیرم کانال یوتیوب خودم رو راه بندازم. کسی که نه از ادیت چیزی حالیش بود، نه از تامنیل، نه از تایتل و نه از هیچ الگوریتم یوتیوبی. کسی که حتی قبل از زولبیا و کسایی که الان شورت ویدیو میذارن اومده بود و داشت ویوهای خودشو میگرفت. شخصیتی با یه اسکین جوجه که واقعا جوجه فانی بود. به نظرتون هر کی موبایل پشت من و این موبایل که این پایینه چند ضربه با میس این چند جلو میمیرن؟ بریم ما ببینیم. ولی قبلش ساب یاد نره، فاصله 10 بلاکی هم قراره بزنیم. خب بچا، اولی فاصله 10 بلاکی گوسفند هستش که معلومه 100% با یه ضربه میمیره. بعدیمون چیه؟ بعدی اون گاوه که بازم میمیره، اصلا خیلی کره‌ای. بعدیش هم پیلیجر هستش و یه دونه با ضربه اونم میمیره. من اینجا رو نتونستم پر کنم ولی الان پر میکنم. ویدر اسکلتون و بلیز. خب ببینیم ویدر اسکلتون چند حرکت میبره. یه حرکت ویدر اسکلتون تو یه حرکت. بعدی بلیز، یا علی بلیز هم تو یه حرکت میمیره و میمونه ایران غلام که اینجا میذاریمش. ایران غلام ما آماده است برای ضربه 1 2 ضربه بنازم و میمونه واردن عزیز. 1 ضربه، 2 ضربه، 3 ضربه، 4 5 6 7 8 9 ضربه. بله دیدیم. و اینکه یاد نره ساب کن. آروادور قصه ما کم کم بالا اومد و رسید به 2K سابسکرایبر، اما یه مشکل بزرگی داشت. کانالش با شورت ویدیو اومده بود بالا. کانالی هم که با شورت ویدیو بیاد بالا شبیه سابهای مرده است و به هیچ کارت نمیاد. سابهایی که نه کامیونیتی دارن و نه تو رو میشناسن و صرفا به خاطر اون ویدیویی که گذاشتی ثابت کردن. و خب من اینو نمیخواستم. با اینکه میتونستم از اون طریق کلی پول در بیارم، با اینکه میتونستم از اون طریق یه چیزی مثل زولبیای امروزی بشم، ولی خواهان این نبودم. خواهان کامیونیتی بودم، خواهان اینکه کسی منو بشناسه، خواهان اینکه ویدیو لانگام 2 برابر سابسکرایبرای کانالم ویو بخوره و این یعنی موفقیت از نظر من. به خاطر همین اون کانال رو کامل پرایوت کردم، کانال رو عوض کردم، یه کانال جدیدی به نام آروادور آندرلاین ریل گذاشتم. کانالی با اسکین جدید، تامنیلای جدید، شخصیت جدید، سبک جدید و هر چیزی جدیدی که فکرشو کنید داخلش پیاده سازی کردم. البته چه عرض کنم، کلا 3 تا بیشتر ویدیو نذاشتم داخلش. و خب میدونی کسی که 2 سال داخل این کامیونیتیه و تقریبا داخل دیسکورد کامیونیتی خیلی کوچیک 200 نفره واسه خودش جمع کرده، وقتی این بود که فیس ریویل کنم. خیلی بهم گفتن این کارو نکن، به خاطر اینکه خواهان فیس من کم بود، نمیتونستم ویو مد نظری که خواستم بگیرم. ولی هدف من ویو نبود، هدف من بهتر شدن کیفیت ویدیوهای آینده بود. ویدیوهایی که مطمئنم با چهره و با تصویر خودم میتونم خیلی کیفیت بهتری بدم بیرون. چرا که نه، از همین اول کار فیس ریویل میکنم. چرا بذارم وقتی 100K سابسکرایبر گرفتم، یا چرا بذارم وقتی که به یه هدف رسیدم، وقتی همین الان میتونم کیفیت آینده‌مو تضمین کنم، چرا نکنم؟ از اون طرفم اینو میدونم که بچه‌هایی که کانال من سابسکرایب کردن و کلا در دیسکورد و همه جا با من در ارتباطن، منو به خاطر خودم دوست دارن، نه به خاطر شخصیت صدایی که دارم، نه به خاطر نوع رفتاری که دارم. منو به خاطر آروین بودنم دوست دارن. و خب میدونی بعد این همه مدت به این نتیجه رسیدم که وقتشه به خودم نشون بدم.